ما رو با چه کانال، چه خبر. ببینید بخوام براتون خلاصش کنم، جنگلی که ما داخلش میخوایم بریم، بخوام براتون واضح تر بگم، هیچ جنگلی مثل این اینقدر باز نیست و خطرناک نیست. و حالا بذارید ببینم حالا بذارید بهتون بگم که چرا چنین حرفی رو میزنم. الان ببینید که چرا چنین حرفی رو میزنم. آره پس چی فکر کردی؟ بعد چی؟ این برم نشون بده. ما تصمیم گرفتیم که به مدت 24 ساعت، نه به هیچ وجه 3-4 ساعت، اوکی 3-4 ساعت تصمیم گرفتیم که 3-4 ساعت اونجا باشیم و آره دیگه به مدت 4 ساعت اونجا باشیم و بگردیم و ببینیم چی دستگیرمون میشه و چنین اتفاقی افتاد. بله دوستان، انگار یه نفر از بالای این خونه متروکه که خیلی هم کوچولوه یه سنگ پرت کرد و هر جایشم که نگاه کردیم هیچکس نبود و شاید بعضی بگن خب داداش چرا دربارش حرف میزنی؟ جن بوده دیگه. جن چی؟ نه باش، جن بوده، به غیر از اینه. اما اشتباهتون اینجاست که ما اصلا هزار نکرد و آره راست میگید، این هم میتونه باشه که شاید اونجا مثلا جن خودشو داشته، چنین چیزی داشته. اما کسایی که حرفای منو گوش نمیدن و فکر میکنن مثلا من شعر رو میگم و بله الان پیش خودتون میگید که آفرین حرف دلمون رو زدی، واقعا حرف دلمون رو زدی. خب ببین تو که میگی حرف دلمون رو زدی، احتمالاً مثلا به چنین چیزایی باور نداری. خب دیگه دست من هم نیست که باور داشته باشه یا نداشته باشه. پس بذارید براتون بگم که چه اتفاقی افتاد. الان میخوایم که حرکت کنیم و امیدوارم که چیزی دستگیرمون بشه و خودتون دارید میبینید که صدای سگا یعنی دارن میخوام منتظرن که بیان ما رو. بله بخوام براتون حساب کنم، بارها و بارها چنین اتفاقای وحشتناکی میافتاد. یعنی مثلا انگار یکی داشت با همون بازی میکرد، یا قایم موشک دالی موشچی، یا داشت با همون با همون چی داشته و یا داشت اذیتمون میکرد. آره دیگه اذیتمون میکرد. چرا اذیتمون میکنه؟ چی باش؟ بله قضیه از این قراره. الان میخوایم که حرکت کنیم و امیدوارم که چیزی دستگیرمون بشه و خودتون دارید میبینید که صدای سگا یعنی دارن میخوان منتظرن که بیان ما رو بخورن. آره دیگه قضیه از این قراره. حرکت ببین از هر جایی که دوست دارید این برای یه چیزی که مثل صدا درخت میمونه، برگ درخت. عجیبتر از اون میدونی چیه؟ اینه که الان پاییز اصلا نیست. دیگه در این حدی اصلا انگاری که دور رو میره. سگنک
حساب کردیم و هیچ اتفاقی نیفتاد. چه شما برمیگردید مطمئن بودم این درخته. برگردیم بریم رو بالا. من دیگه چنین جورتی ندارم. این چیه؟ این یه دقیقه باز کن. ببین الان میخوایم با اسپریت باکس باش صحبت کنیم. الان کسی اینجا هست؟ الان کسی اینجا هست؟ یس بله بله. آیا این سیاهی که میبینم توی؟ آیا این سیاهی که میبینم توی؟ جواب بده خواهش میکنم. بله بجی به جان مادرم قشنگ که اونجا رد شد. بگم اونجا بگی همونجا به خودم اونجا که نمیدونم قشنگ یکی رد شد. یه چیه مثل صدا جیغ معلوم اومد. سیاهی میزنه توی؟ سیاهی که میزنه توی؟ آره منم. ای دوباره یه صدا خشخشی دیگه از این درخت اومد. دیدی یه صدا خیلی ریزیه وقتی داری من دقیقا از این درخت. آره باجی چرا گفت قشنگ همونه. من اینجا میدیشم جیر میشنم. اینجا جیر کوچیک. الان به خدایی که مثل آدم هزار شده اینجوری اومد و رفت غیب شد. ببین ما میدونیم که الان تو اینجاییم. حضور تو ثابت کردیم. خب الان اون تلسمی که ما آتیش زدیم تو با اون اومدی؟ آره درست. قضیه تلس چیه؟ این تلس به من ربط داره؟ میگم ببین ازت خواهش میکنم جواب بده. دوباره صدا خشخشم پشت میرفتم. ببین ما رو نترسون. خب اصلا من نمیترسم. میدونی چرا؟ چون ببین از شما کلا نمیترسم. چون اگه بترسم واقعا بچه ببینید دهنمو سرویس میکنم. ببین بازم چی میگوشم؟ همون که او عکس از کجا اومده و چجوری اومده؟ طلسم و عکس به من ربط داره؟ یس آره دیگه. آیا میخوای منو بکشی؟ نه قشنگ همه جا چی میبینم؟ چند نفری؟ سه انگار یه سه. چند سالته؟ سن تو به من میگی؟ ازت خواهش میکنم. چه جوری حرف زد؟ دیدی چه جوری کم کم دیگه داره خطرناک میشه. مثل پیرمرد صحبت کرد. سن تو به من بگو. چهارصد چه؟ یه چه قشنگ یه سری پیرمرد قشنگ میشنوید؟ قشنگ دیدی پیج دقیقا صدای خشوخش میاد. آره انگاری که داره چوب میشه.
ببین ما ازت نمیخوایم بشین اینجا. یه سایه مثل گرگ مانند مثل یه حیوانی از اینجا رد شد. از اینجا دقیق از اینجا جلو. همونجا آره درسته همونجا من دیدم. مثلا انگار مثلا یه پیرمردی هستش داره انگار مثلا این چیزو میشکنه. اون عکس مال کیه؟ نمیگم انگار گفت نمیگم. اون عکس مال دقیقا یه سایه دوباره از اینجا رد شد. میاد و میره اصلا نیاز نیست بگیم. میاد و میره. ببین دوباره داری اون عکس متعلق به منه. بله اوجی بله. اصلا اونو نمیشناسم. ازم چی میخواد؟ ازم چی میخواد؟ چی؟ دونم مثلا این نامفهوم حرف میزنه. ازم چی میخواد؟ بگو. خودو قشنگ ببین داشتی فیلم برداری میکردی اونجا پرسیدم ازم چی میخواد دفعه اول اینجا یه سری کوچیک رد شد خدا کنه گرفته بشه با چش خودم دیدم به خدا. ببین از چه قبیله ای هستی؟ بازم نامفهوم از حرف چه میزنه. قبیله ای هستی؟ خواهش میکنم بهم بگو. زر فکر کنم زرتشته باشه. نه زرتشت که نه اصلا کلا قبیله ای نیست. زرتشت کشوره. قبیله ای این قبیله زرزری. یه دفعه ازش بپرس. زرزری ها چی میگی؟ زرزری دقیقا انگار یه سایه بالا درخت بود داشت پایین ما رو نگاه می‌کرد. دقیقا این درخت. اگه دوست داری ما خب دوستان من امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شرمنده اگه خوب نبود و مثل فیلمای مثلا بقیه نیست. به خاطر همینی رو میخوام بهتون بگم که اگه هر وقت چنین ویدیوهایی خواستید میتونید تو این کامنت ها که همه به من فوش میدن چی بکنید و بهم بگید تا بسازم و مواظبم هستم که چند وقتیه ویدیوام بازدید نمیخوره و حواسم بهتون هست. بی خیال شوخی کافیه. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. زنگوله آشغالم بزنید. یا علی.